در مغازه‌ای که سودا میکنم اینش از خاولین بوده است. چپته های بردناک و بی برد تشکیل کردند و میفروشم، یعنی سپرینت. این کاری من به قمار وابستگی دارد یا نه؟ اگر گناهکار شده باشم چیکار کنم؟ اعوذ بالله. عزیز الله، این برادر عزیز الله نام داشته است. یعنی سپرینت، اینا را از روی نقطه نظر اسلام هر چیزی که برد و باخت داشته باشد وای به قمار آمیخته است، وای از حساب قمار حساب کرده می شود. یعنی به قمار البته به البته وابستگی دارد و خداوند در قرآن هم همه ما و شما را از خوردن عرق، از قماربازی، آیتی که من در باب عرق برای شما صحبت کرده بودم. тамошобинони гиромӣ ба шумо як эълон дорем. ҳамин либосҳоеро ки мебинед аз интернет магазини Саҳоба метавонед дар рақамҳои экран буда дар тамос шавед ва дастрас намоед. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон ҳаст. интернет магазини Саҳоба ҳамаи инҳоро бо нархи дастрас ба шумо пешкаш менамояд. силкаи интернет магазин дар комментария ва дар описания закрепит карда мешавад. ширкати шифофармо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулу, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псариаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои шифофармо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилиҳои урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати шифофармо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, боқувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дар даво доранд пешниҳод менамоянд. قمار وابستگی دارد یا نه؟ اگر گناهکار شده باشم چیکار کنم؟ اعوذ بالله. عزیز الله، این برادر عزیز الله نام داشته است. یعنی سپرینت، اینا را از روی نقطه نظر اسلام هر چیزی که برد و باخت داشته باشد وای به قمار آمیخته است، وای از حساب قمار حساب کرده می شود. یعنی به قمار البته به البته وابستگی دارد و خداوند در قرآن هم همه ما و شما را از خوردن عرق، از قماربازی، آیتی که من در باب عرق برای شما صحبت کرده بودم، از قماربازی، از عرق نوشی، از بت پرستی، از فالبینی که اینها را پروردگار در قرآن حرام گفت، پلید گفت و ما و شما را گفت اگر از اینها دوری جوید نجات میابید. اینم از همون جمله چی هست؟ جمله قمار هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای محترم، کودک میده را 4-5 ساله را گفتن بسم الله را و سوره را یاد دهی اوبال است. میگویند که اوبال است چون که به عقل هست، یا پسر یا دختر. نه، بلکه امروز الحمدلله 5 ساله بچه حافظ قرآن است، 5 ساله دختر امروز حافظ قرآن است. اینا را هر کدام شما، پیغمبر خدا چی گفتن؟ اولین کلمه که به زبان کودک باید رانده شود این چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله است. اینا باید امروز ما و شما بی نهایت دور شدیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم فقط ملاها را غیبت میکنیم. امروز لبی دسترخوان دمی نشینیم غیبت همسایه ها را میکنیم. یک توده فرزند داری، 9-10 فرزند. تصور کن که تو 9 تا بلا به سر خود آوردگی هستی اگر از عهده اینها نبرایی، اگر اینها را تو تربیت کرده نتوانی. اینها را نزد دسترخوان که نشستین، فرزندهای چی دخترتان باشد چی بچه‌هاتان باشد، نصیحتشان کنید. همین از رحمتی پدرم در آوان خوردیم اذیت کرده بودم. یعنی آن سوره های را که شما در خوردی از یاد میکنید وای در سر شما نقش میبندد، مثل نقشی در سنگ است، وای هیچگاه گم نمیشود. این سوره هایی که شما در سین و سال بلند الکی از یاد میکنید، این از یاد شما درو میرود. از این خاطر کودکان را در همون خوردی تعلیم دهید، به اسلام نزدیک کنید، با محمد صلی الله علیه و سلم شناس کنید. این ماه مولود است. در لب دسترخوان که نشستی بچم میدانی که همین ماه محمد تولد شدن صلی الله علیه و سلم است. محمد پدرش عبدالله نام داشت، مادرش آمینه نام داشت، فلان قزن داشت، 6 تا فرزند داشت، فرزنداش اینا بود. آمدن محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا از این وظیفه ها عبارت بود. گفته اینا را به فرزندان تعلیم دهید. این اوبال نیست. ولی بعضی برادرها میگویند که اگر فرزندی خورد
در پهلوی تو آمده نماز خانه در خانه، اینم گناه هست گفتگی؟ اینم گناه نیست. برای چی پیغمبر خدا گفتن نمازهای سنت در خانه خوانید؟ برای چی گفتن نافله هاتون در خانه ها خوانید؟ یک حکمتش همین است که کودکی تو وقتی 2 ساله است، 3 ساله است، 4 ساله است، همون خم و راست شوی تو را وقتی که میبیند آمده در پهلوی تو چیکار میکند؟ و هم عادت میکند و هم خم و راست میشود. از پدرش شاید که پرسد، شاید خدا در ذهن همون کودک در آورد و از پدرش پرسد پدر چرا تو خم میشوی؟ چرا تو سجده میکنی؟ پدر چی میگوید؟ آخی الله وجود دارد، ما بنده خدا هستیم، ما باید خدا را عبادت کنیم. به فرزندی من، تو هم فردا کلام کی شدی ان همچنان خدا را عبادت کن. این وظیفه های هر یک پدر و مادر است. السلام علیکم واعظی راه خدا محترم حاجی میرزا، از شما یک سوال دارم، التماس حقیقتش را به ما فهمانید. سوال چنین است: ملا امام مسجد محله ما چنان فتوا داده است که اگر مرد با دختر عاشق شود، اگر رازگی این هر دو و والدینشان باشد و شاهدی 2 شخص به نکاح می توانند که خانه‌داری کنند. جوابش را انتظاریم. در آخر در حق ما جوانان دعا کنید که خداوند ما را به راه راست هدایت کند. برای ما خلق نادان و ساده تو کردی بازار علم را کشاده، بکردی ما را امروز مست و مدهوش در راه عشق الله همچون باده. خدا نگهبانتان باد. یعنی این برادر عزیز، هر یک ملایی که برای شما چی فتوایی که میدهد، امروز الحمدلله پیشرفت علم بینین، از ملاهاتان پرسین از کجا تو همین صحبت کردی، همین فتوایی که بر من دادی دلیل دارد یا ندارد؟ دارد دلیل. از بابا شنیدی؟ من بابای تو را قبول ندارم. ای محمد شنیدی؟ فتوات از خودت، فتوات از امون محمد. امروز الحمدلله قرآن است، امروز احادیث های پیغمبر است، امروز داملاهای زنده هست. از اونها میپرسم، حقیقتش میپرسم. از این خاطر هر یک مسئله که برای شما میبراید، شما خودتان امروز عالم ها را میشناسین. کی از عالم؟ اونها را مراجعت کنید. از این خاطر رازگی پدر و مادرم شرط است. اگر چندی که خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه را در نبودن پدر و مادرم نکاح را صحیح گفتند، لیکن بعضی از شاگردهای او با باطل بودن این نکاح هم فتوا دادگی هستند. از این خاطر حضور پدر و مادر این فیض نکاح را نشان میدهد. حضور خیش و تبارش این با برکات بودن نکاح را نشان میدهد. وقتی پدر و مادر دست میبردارد و برای بخت سفید دخترش دعا میکند، میدانید این چند قیمت دارد. از این خاطر پدر و مادر راضی باشند، دختر و این جوان هر دو راضی باشند، باز 2 شاهد دیگر وجود داشته باشد، این حالت در داملا در همونجا حضور دارد و اینجا چیکار میکند؟ پیشنهاد میکند به این دختر برای تسلیم کردن نفسش و به این جوان پیشنهاد میکند برای قبول کردن این نفس تسلیم کرده این دختر. این حالت در چی میشود؟ نکاح آنها صحیح میشود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یعقوب ساکن دهه لواوی ناحیه کولاب در شهر دوشنبه در بازار کاروان و تجارت مشغول هستم. از شما خواهش دارم که یک دادرم در زاهدان ایران تحصیل میکند، طالب علم هستند و مادر دارم که مریض هستند. التماس در حق آنها و اهل عائله ما دعای خیر کنید. خداوند شما را نگهبان باشد. خدای مهربان این مادر را که این برادر دیروز یک صدقه هم آوردگی بودند، خدای مهربان این مادر شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند و این جوانی که تحصیل علم دارد، خدا علم لدون، ذهن ذکی، علم نافع، علمی که برای فایده اسلام باشد، خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا حاجی میرزا،
خدا را هزارها حمد و ستایش میکنم که از چندین کارهای ناروا باز ایستاده ام. اول و آخر فضل خداست، بعداً صحبتهای شیرین و دلچسب شماست. من تاجرم در سلطان کبیر، با 2 سوال مراجعت کردنیم و به شما اخلاص زیاد دارم. اگر تمام عالمهای تاجیکستان فتوا دهند، من از آنچه شما میگوید او را قبول دارم، از حساب اخلاصی به شمارم. داملای عزیز، در باب فضیلت طهارت چیزی میگفتی. البته در باب فضیلت طهارت خیلی حدیث های زیاد از پیغمبر خدا وارد شده است. در یک حدیث پیغمبر خدا میگوید من توضأ فاحسن الوضوء خرج خطایاه من جسده حتی من تحت اظفاره. هر وقتایی که امتان من طهارت میکنند، از تمام جسد او آن خطاهایی که کردن همش میریزند، مثل آبی که ریخته میشود، حتی که از زیر ناخنهاشان همان خطاهایی که کردن همش میریزند. اینم از طهارت است. ان امتی یدعون، خدا گفت در روز قیامت امتان من خوانده میشوند. وقتی امتان من دعوت کرده میشوند، آنها غرن محجلین، آن موضع هایی که طهارت کردن آنها جلا میدهند، آنها روشنی میکنند، مثل طلا چگونه که روشنی میدهد، چشم انسان خیره میکند. انا همین بندهای دست ما و شما، چهره های ما و شما، پیشانی و پای های ما و شما روشنی میکرده است. پیغمبر خدا میشناخت است که همین از امتی من است، من آثار الوضوء. پیغمبر خدا گفت این جلا، این روشنی از کجا پیدا شد؟ این از تأثیر همون آب طهارت است. از این خاطر پیوسته با طهارت بودن، بعضی عزیزان ما و شما گفتن این نشانه کلمه شهادت گفتن است. یعنی اگر ما و شما با طهارت باشیم، مبادا که یکی ناگهان اجل به سر ما و شما آمد، در نزد خدا ما و شما در نفرهای نویسانده می شویم که همچنان کلمه شهادتش گفتگی هست. این درجات هست که برای آدمانی که صاحب طهارت هستند. حتی یک حدیثی هست در صحیح بودنش خدا داناست، زیرا که من روایتش نیافتم. میگوید من نام علی الوضوء کان صلاته. هر وقتایی که اگر یک انسان با طهارت خواب کرد، میگوید نفسه تسبیح، نفسش تسبیح است. فراشه مسجد، همون جایگاه خوابه که 5 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت خواب میکند، در نزد خداوند نویسانده میشود که همین بنده در مسجد نشسته است. فراشه مسجد. نومه الصلات، چند ساعتی که خواب میکنی، ممکن 7 ساعت خواب کنی، در نزد خدا نویسانده میشود که همین انسان 7 ساعت به سوی پروردگار نماز خواند. کسی که اگر با طهارت خواب میکند. خوش به حال همون برادرایی که پیوسته با طهارت هستند. این طهارت کردن خاصه نماز نیست، شما دائمی میتوانید که با طهارت باشید. هر شب پیش از خواب کردنتان حتمی طهارت کنید، خواب کنید. حتی همین فضل طهارت شما را از آسیب جن هم خدا نگاه می‌دارد. از هر از ضررهایی که به سر شما می آمدگی باشد، همین فضیلت طهارت شما را چیکار میکند؟ نگاه می‌دارد. دوم سوال کردن داملای عزیز، من از شما شنیدم که اگر بالای کرپچه نماز خوانی درست است، ولی از بعضی ملاها شنیدم که باز میگن نادرست است. در تحیر ماندم. من پیش گفتم هر یک دامه که یک فتوا را که داد حجت چه پرسین، گویم برای چی بالای کرپچه نادرست است نماز خواندن؟ چرا؟ سببش در چیست؟ سوال داشته است. برای همین مادام من برای شما میگم بالای کرپچه درست است، نمازتان نخوانین. فقط همین جایی که سجده میکنین سخت باشد، انا همینش خوبتر و بهتر است. و بالای کرپچه هر چی ملایم هم که باشد خواندن گیرین، نماز شما را خدا قبول میکند.
مخورسایی فریب فضل عمامه زاهی. خدا رحمت کند محمد صاحب ایرانی را که یک کلیاتش در نزد من است. او چی میگوید؟ وایم بیچاره از دسته همین بعضی ملاهای سلا کلان چیکار کردن؟ خیلی مانده شدن، دیدن که فقط سله دارد کله ندارد. و چی گفتن؟ گفتن مخور صاحب فریب فضل زاهید، همون فضل همون سله کته بدنی او دا گفتن فریب نخو که در گنبد زی مغزی صدا بسیار میپیچد. همون گنبد نگاه که گفت هیچی مغز نداره، ها بگو ده بار ها 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 از داخلش آواز آمدن میگیرد. اون کله اونها گفت مثل همون گنبد است. گفت از خدا ترسیدن در کار. من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. پیغمبر خدا میگه کسی به علم فتوا میدهد ضرر فتوا در گردنش است. اینقدر خودت گناهگار هستی، اینقدر سهو داری، باز اینقدر گناه مردم ها گردن خود بار کردن چه حاجت است؟ السلام علیکم بابای حاجی. ما یک گروه از شهر دوشنبه از دهه موینکه مخلص شما از شما خواهش داریم به مسجد ما تشریف آورید و در آخر در حق ما دعای خیر کنید. خدای مهربان دهه شما را پر فیض و پر برکات کند و باز اخلاص شما را نسبت اسلام و نسبت قرآن زیادتر بگرداند و خدا را شما و خداوند شما را از همه آسیب های دنیوی اخروی نجات دهد. آمین یا رب العالمین. من ندانم این موینکش در کجایی که مسجد شما روان. آره همین که خی خداوند نصیب کرده باشد و اگر یافتیم و یکی شرایط هامان کشید انشاءالله خی زنده و سلامت باشه میاییم. آیا درست است که السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، آیا درست است که زن در خانه تنها باشد و مهمانی که به خانه آید و زن اقلا برای جواب دادن مهمانان در را نگشاید و از پس در جواب گرداند و از هدیه های آورده مهمان را نگیرد؟ یعنی وقتی که اگر مهمان خانه کدام از ما و شما می آید، اگر مرد در اون خانه، گفته بودم که برادرای عزیز در خانه که مرد نیست و این حدیث پیغمبر خدا بود که وقتی تو تنها اون خانه می روی با این زنی خاندار سیوم شما شیطان می شود. از این خاطر بهترین صورت همین است که شما در این خیل خانه ها ندارین، زیرا اگر هرچی شما حلال پاکیزه هم که باشین امروز دشمن های وجود دارد که شما را تهمت کنند، شما را هر گونه در هر گونه تهمت ها پایبندتان کنند. از این خاطر همین زن خاندار می تواند که گوید که مرده که من وجود ندارد، یا مرده که من بازار رفته است، یا مرده که من مثال فلان جا رفته است. اگر هدیه هاشه که باقی من میلش گیرد هدیه هاشه، هدیه های باقی ندارد. فقط از او، از سلام کردن با او، از قبول کردن او این زن حقوق ندارد. ولی بعضی ما و شما خیلی فکر میکنیم که اکنون بسیار کاری خوب میکنیم، بعد زنهامون چی میگد؟ خیلی مردک نیست خانش هست کو آخی، بیا نیست مردک بیا خانش هست. اینا را ما و شما باید که قبول نداشته باشیم، علل خصوص در انمین جمعیت حاضره. اگر چنده که در این باب من با فتواهای دیگر هم داده میتوانم از حدیث های پیغمبر، لیکن این زمانه در فتوا داده نمیتونیم، زیرا اکثریت مردم افلاس شدگی هستند، اکثریت مردم خطرناک شدگی هستند. حالا که این برنامه های تلویزیونی پورنوگرافی را نگاه کردگی هستند، امروز چشم های اینها باور کنید همه ویران شدگی هست. خانت مهمانی میاریش با همراهی خودم باشد میترسی از بعضیش که یا زن ما تماشا میکنه یا دختر ما تماشا میکنه. بسیار خطرناک است امروز. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، از شما احترام خواهش می نمایم که با این سوال من جواب دهید. من چندین بارها پدرم را غیبت کردم. امروز که پشیمان شدم میخواهم به درگاه خداوند توبه کنم، ولی از پدرم بخشش پرسیدن نمیتوانم. میترسم که خشم و غضب و نفرت پدرم نسبت به من زیاد گردد. آیا توبه کرده و به درگاه خدا از این اعمال زشت کافی هست؟ کافی هست.
اگر امروز را خداوند این عقل فراست داده باشد که این پدر توست و این غیبت کردن تو برای تو حرام است، نادرست است، امروز هم که خدا تو را بیدار کرده باشد، خوش به حالت. همین روز هم به سوی خداوند توبه کن، خداوند توبه تو را میبخشد. پیش پدرت غیبت هاتم خبر ندی، فقط به سوی خدا توبه صادقانه کن و از این روز اعتبارا همون خدمت پدرت کن و دعاشا بگیر. انشاءالله خداوند تو را همه گناهات عفو میکند. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. حبیب خدا میگوید اگر خواهین ای جوانهایی که امروز صاحب فرزند هستین، اگر خواهین که فرزندهاتان فردا برای شما خدمتگار شوند، امروز پدر و مادر در خدمت کن، فردا تو این نیکی را از فرزندهات میبینی. دوم، فاسق کی را میگویند؟ با احترام یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه. فاسق یک آدم بد اخلاق، یک آدم بد کردار، یک آدمی که بسیار نادرست رفتارها میکند، زبان درشت دارد، این فاسق میگویند. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. داملای محترم، من 4.5 سال پیش در زندگی من واقعی روی داد. با من بسیار فشارها دادند. من در این فشار دیگر ندانستم چی گفتنم. ندانستم. من یکی از دهانم کلمه 3 طلاق برآمد. یک بچه شاگرد داملا واحد از قمسنگیر وای مسئله چی، ما در یک خانه مهمان شدیم، شاگرد همان داملا واحد در همان خانه درباره 3 طلاقه گپ زده گفت اگر که به ما استادمان گفت که اگر در قاضیات اجازت دهند نکاح درست می شود. داملا حاجی میرزا، همین راست است یا نه؟ به ما درستش را فهمانید. من 5-6 ماه پیش رفته در همان مدرسه از حال خودم نقل کردم. در آنجا ما را اجازت دادند. من نکاح کردم، اما من هیچ وقت خودم را نقض حس نمی کنم. پیش زنم نمی روم، نمیدانم چی کار کنم. داملا به من نقض فهمانید. این که خطا نویسانده است، اینا را من درست کردم. یه حرفایی را خوانده نمیشود. این برادر شما در علم دنیا خیلی ذوق داشته باشیم، علم دنیا را از خود کنیم، نویساندن خوب یاد گیریم، خواندن خوب یاد گیریم. همه فنها دا باید ما تیار باشیم. علم دنیا هم علم چی است؟ علم خدا هست. مادامی که مفتیات که فتوا داده باشد، اونا دستخط می نویسند، مهر می زنند، در اساس همون واقعه تو کرده، صحبت تو کرده، در همون اساس اونها فتوا می دهند. اگر فتوای به نکاح کردن داده باشد، تو می توانی نکاح کردن گیری و از دلت همه شک و شبهه را دور کن و زندگی تا خوب گذراندن بگیر. زیرا این انسانی که تو را فتوا داده است، در همون فتوای دادگیش وای گناهگار است، زندگی تو برای تو حلال می گردد. داملای محترم، اگر علاجش باشد با سوال ما جواب گردانید. در وقت خدمت عسکری نمازهای وقتی را قضا کردم، با همین روشنی می انداختید. یعنی در حالت عسکری کدام شما اگر نماز قضا کرده باشید، می توانید که همون نمازهای قضاتون آمده، همون 2 سالی که اگر باشد، همون 2 سال نماز قضا گفته نیت کرده، همون 2 رکعت فرض است، 4 رکعت فرض است، چگونه ای که الحال میخونیم هم تا خوانده رفتن گیرید. بین نماز عصر و شام نانشته کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر نماز عصر تا خواندگی باشد، بین عصر و شام طعام میخورین، آب میخورین، همه این جایز است. این سخنهایی که اگر ما و شما بین عصر و شام اگر طعام نخوری و اگر شراب یکی مابادا یگان شاکید میارن ننوش که مثال فرزندی تو را از آب بوغ هستند، اینا هیچ اصلی ندارن. خوردن بگیر شود. یک حالت شمین است که در پیش طعام است و وقتی نماز است، اول طعام بخور بعد نماز بخوان میگن. بین نماز سنت و فرض هر خیله گپ گفتن ممکن است یا نه؟ این ترک سنت می شود. اگر شما نماز سنت که خواندین، تا نماز فرض می توانین که با ذکر الله مشغول شوید، تسبیح گردانین. اینش بهتر، اینش به سنت قریب است.
اگر مبادای که یگان گپی بیهوده هم که گفتید، این سنت شما را بیکاره نمی کند. زیرا صاحب فتوای خلاصه هم میگوید که من برای باطل بودن سنت کسی که از پسش گپ زدگی باشد فتوا نمیدهم، زیرا یگان دلیل ندارم. لیکن بهترش صاحب فتوای خلاصه هم میگوید این است که تا ادا کردن فرض، بین سنت و فرض فقط تسبیح گوید، ذکر کنید، گپ‌های بیهوده در مشغول نشوید. جوابنامه برای مرده ضرور است یا نه؟ ضرور نیست. جوابنامه گفتگی چیز وجود ندارد. ولی در قبرها جوابنامه می نویساندن. امروزا شکر که همش گم شد، نابود شد. جوابنامه را کی میخوانند؟ یک آدم جاهل شما بردین و گراندین. مثلا من می نویسم به عربی لا اله الا الله محمد، در عمرش کلمه عربی را دیدگی نیست و از کجا را خوانده میتونه؟ اگر در همون داخل اگر شما قرآن اگر آویزان کنید این آدم گناهکار باشد و در نزد خدا جزا میگیرد. این جوابنامه شما هیچ کاری ندارد. جوابنامه ها نیست. اگرچه خدا رحمت کند صاحب صلات مسعودی سخن گفتگی از من خواندگی بدون، لیکن اینا دلیل ندارند. جوابنامه را انسان خودش جواب میگه. حتی اون منکر و نکیر که از او پرسان کرد خدای تو کیست، پیغمبری تو کیست، دینی تو چیست، او خودش جواب میگه. این کاغذ را گرفته و خوانده نمیگیره. اصل ندارد. اینا بی نهایت باور کنین یک سخنهای پوچی بی معنی هستند. موافق شریعت ختم خوجه برای مرده اجازت است یا نه؟ موافق شریعت ختم خوجه است، ختم دیگرش است. این نه به آیت است نه به حدیث. مگر که ما و شما مثال امروزا ختم میکنیم، این ختم خوجهش باز چند بار گفتم، باز میگم که همین خدا رحمتش کند. این محله ما و شما را، همه این محله ما را میدوند. بابای ملا شریف استاد ما بود که همه شما میشناسینش. همون حضرت داملای بخارایی بود. همون اجازت نمیداد که ختم خوجه کنین. میگو بهترینش همین است که یک قرآن خوان آورین، یک بچه‌ای که قرآن گذرانیدگی باشد، آورده یک سوره تبارک خواند، ثوابش به همون مرده بخشین. این بهترین صورتش است. برای همین باز گفتم که همون ببینید ختم خوجه میکنیم چند قد گناهگار میشین، در همون چقدر گناهگار میشین. من چند بار در ختمای خوجه در دیگر محله ها اشتراک کردم. این محله ما در ختم خوجه نیست الحمدلله. رفتیم اشتراک کردیم. همون سنگایی که میگردونن اخیر ده همون را بوسه کده در دیده هاشون میمالن. گناهگار میشوی. فقط بوسه کردن سنگی که در خانه کعبه هست. حضرت عمر وقتی وای بوسه کرد چی گفت بسوی او؟ او قسم به خدا گفت، ای سنگ گفت من دیدم که محمد تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمی کردم، زیرا از تو هیچ فایده ای نیست، از تو هیچ منفعتی نیست، مگر که من محمد را دیدم صلی الله علیه و سلم را که تو را بوسه میکرد. از این خاطر پیرو پیغمبر شدم و تو را بوسه میدهم. از این خاطر اینا را بوسه کردن جایز نیست. دیده ها مانده میمالیم با همون سنگایی که گویم از میکروب خالی نیستن، هم بود کردیم دستمون در درون طبق میاندازیم. اگر در پیشمان طبق باشد، دسترخوان باشد، باور که تمام خیال ما به دسترخوان از پروای ختم نداریم. و همون ختمگرایی که میکنن، شما اینا برای تجربه، من تحقیر نمیکنم که هم زمانا سوره علم نشر را گذرونن. کنی همون علم نشری که 79 بار باید علم نشر بخوان، باور که همون ملاش درست خوانده نمیتونه. یگان مسئله مثال تفریقی و یگان مسئله مثال فتنه انگیزه بردارین، خودتان برای یک امتحان پرسان کنید. السلام علیکم بابای حاجی میرزا. من از شما خواهش میکنم که شما با سوالهای من جوابی درست را دهید. یکم نماز بامداد کی قضا میشود؟ کی که افتا برآمد، افتا که کی که همین برآمدنش که شد الله که چی میشود؟ نماز بامداد قضا میشود. نماز بامداد تا برآمدن آفتاب درست میشود نمازش خوند نماز شد. در وقت نماز در 10 ساعت یا اینکه چله باشد نماز مکروه میشود. نه اگر چله نقرگی باشد یا ساعتهای مثل ساعتهای نمی ما و شما باشد باکی ندارد. لیکن اگر چله طلا باشد، ساعت طلا باشد، این حالت نماز تو مکروه می شود. بابای داملا حاجی میرزا، سوال آخران ایمان چنین است: همین نمازی که ما میخوانیم تیز خواندنش ثواب است یا اینکه آهسته خواندنش ثواب است؟
بسیار است یا نه؟ با احترام یکی از مخلصان شما انوشیروان، من برای نماز تیز خواندن در اول همین جمعه گفتم همون الکی خودش بسنده هست، تیز و آیستش از روی همون آیت خطان خلاصش برارین. السلام علیکم دام الله حاجی میرزا، با سوال من جواب دهید. من یک پسر 20 ساله هستم، نمازخوان و قرآن خوان هستم. من یک دختری مسلمان را نغز میبینم و دل دادم. التماس جوابش را گردانید، در حق ما دعا دهید. برای همه عاشقا همه عشق لیلی و مجنون درس است خودش، همه عشق لیلی و مجنون خانه خودش درس است. عاشقی خودش جایز نیست در اسلام، عاشقی از اسلام نیست. شما فقط می توانید کدام دختری را که دوست می دارین، شما می توانید که رفته از او مثال یک تماشا کنین، چهره او حکایه میکنه که من یک دختر در عاشق شدم، یعنی دوست داشتم، میگه برای من اینقدر اجازت شد که فقط باید تو می توانی که یک نظارت کنی، یک نگاه کنی. من از پسی درخت می رفتم، می ایستادم و راهگردی او را و چهره او را تماشا می کردم. صحابه پیغمبر این چنین میگویند. یک صحابه دیگر که ابو هریره روایت میکند، میگه پیش پیغمبر آمد، گفت من فلان دختر انصاری را میگیرم، یعنی از همون مردم مدینه را. پیغمبر خدا گفت رو با وی صحبت کن، زیرا که چشمهای دخترهای مدینه یک چیزی دارد که به تو معقول میشود یا نمیشود. یعنی شاید در چشمهای همون دخترهای مدینه یگان خالی بوده است یا یگان کمبودی وجود داشته است که پیغمبر خدا این جوان گفتن اول دیده و بعد چیکار کن؟ به نکاح درآر. برای همین شما می توانید که رفته او را، یعنی در جای خلوت و در شب دعوت نی، می توانید مثال به خانه‌اش روید، در حضور همون پدر و مادرش چهرهش ببینید، خب با او مصلحت کنین. این در اسلام برای شما رخصت میدهد. لیکن با او عشق ورزی کنی و با او دست درازی کنی و با او مثال در شهر سیل و سیاحت کنید، این در اسلام برای شما رخصت نمیدهد. زیرا اون دختر تو میگیری نمیگیری و شرمنده میکنی. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، با ما فهمانید که زن از آن قامت گفته نماز میخواند، پیشکی می نداریم. نه، زن نه نماز نه از آن دارد نه قامت دارد. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما میخواهیم که با همین سوال ما جواب گردانید. در خانه ما خاری بود که من او را کندم، مرا جنگ کردند. چی گفتنی دارید در این باب؟ بسیار خوب کردید. اگر تمام دنیا ملامتتان کند، همون خارها را کنین پرتوید. اگر پدر و مادر از شما ناراضی هم که شود، همون خارها و نلهایی که نزد دروازه هاتان گذاشتید، این هم یکی از خرافات است، این هم یکی از شرکیات است. اونا را کنده پرتوید. پرتافتیش